سلام خدمت تمام عزیزای دلم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال جدید رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم که هر سال بهتر از سال گذشته براتون باشه. متاسفانه تو سال جدید ما یه عزیزی رو از دست دادیم که غمش واقعا برای ما بزرگ بود. یه کسی که از جمله خودم باش خاطره داشتم. رضا داوود نژاد متولد 29 اردیبهشت سال 1359 که از چند ماه پیش درگیر بیماری عفونت خونی شده بوده و در بیمارستان بستری بود. متاسفانه ساعتی پیش مطلع شدیم که ایشون درگذشت. میخوام یه خورده در مورد ایشون برای شما توضیح بدم. رضا داوود نژاد فعالیتش رو در سینما از دوران کودکی با فیلم بی‌پناه شروع کرد و طی سالهای فعالیتش در فیلم‌های مطرحی چون مرهم، خیابان‌های آرام، هوو، لامینور و بیرویا و خیلی از فیلم‌هایی که ما همه باش خاطره داریم بازی کرد. تو چند تا از فیلم‌های خاطره انگیزی چون پشت کنکوریا، باغچه مینو، زندگی به شرط خنده و متهم گریخت جلوی دوربین رفته. چندی پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه رضا داوود نژاد بازیگر سینما و تلویزیون بر اثر عوارض ناشی از عفونت خونی درگذشت. یه فیلم از ایشون من دارم که لحظه خداحافظی همسر ایشون خانم غزل بدیعی کنارشون بودن و با ایشون صحبت میکردن. این فیلمو من براتون الان میذارم ببینید. یه چند تا عکس از مراسم خاکسپاری و ودا با ایشونو براتون میذارم، اونم حتما ببینید. امیدوارم از این به بعد چنین غمایی رو تجربه نکنیم، چون واقعا سخته برای ما که همچین عزیزانی رو که باشون خاطره داشتیم بخوایم از دست بدیم. از طرف خودم تسلیت میگم به خانواده داوود نژاد و امیدوارم که خدا بهشون صبر بده. واقعا داغ بزرگی بود برای همه ما. با ویدیوهای بعدی در خدمت شما هستیم.